آقا یه سوال جالب داریم. گفته شیر A به تنهایی یک حوض رو توی 3 ساعت پر میکنه، شیر آب. اگر اون شیر آب رو باز باشه به تنهایی توی 3 ساعت پر میکنه. خب حالا یه دونه شیر دیگه هم داریم، اون اگه باز باشه به تنهایی حوض رو توی 2 ساعت پر میکنه. و کف استخر هم، کف حوض هم یه دریچه داریم که اگه حوض پر از آب باشه اون دریچه رو باز کنیم و هیچ آب دیگه هم داخلش نیاد، توی 6 ساعت کامل خالی میشه. حالا چی میگه؟ میگه هر دو تا شیر رو و همینطور دریچه تخلیه رو همزمان موقعی که همزمان باز میکنیم، یعنی استخر خالیه، هم هر دو تا شیر رو باز میکنیم هم کف دریچه‌ش رو هم باز میکنیم. خب میگه چند ساعت طول میکشه تا حوض پر بشه. خب سوال رو چجوری حل میکنیم؟ پیشنهاد میکنم فیلم رو نگه دارید، یه مقدار فکر کنید بهش، ببینید میتونید حل کنید. خب حالا اگه این کار رو انجام دادید بریم شروع کنیم. میگه شیر A به تنهایی یک حوض رو توی 3 ساعت پر میکنه. ببینید وقتی توی 3 ساعت کلش پر میشه، توی 1 ساعت چقدرش پر میشه؟ توی 1 ساعت 1/3 پر میشه دیگه. خب پس شیر A توی 1 ساعت 1/3 رو پر میکنه. حالا شیر B میگه توی 2 ساعت کلش رو پر میکنه. خب وقتی توی 2 ساعت کلش رو میتونه پر کنه، توی یه دونه ساعت چقدرش رو پر میکنه؟ 1/2 رو پر میکنه. پس میگیم شیر A در 1 ساعت 1/3 رو پر میکنه. شیر B دوستان چیکار میکنه؟ توی 1 ساعت نصفش رو پر میکنه، 1/2. حالا دریچه تخلیه توی 1 ساعت چقدرش خالی میکنه؟ کلش رو توی 6 ساعت خالی میکنه. خب پس توی 1 ساعت 1/6 رو خالی میکنه دیگه. هر ساعت 1/6 و بعد از 6 ساعت کلش رو خالی میکنه. پس اون چون خالی میکنه اون رو منفی میذاریم. میگیم دریچه تخلیه در 1 ساعت 1/6 رو خالی میکنه، منفی 1/6 چون خالی میکنه. خب حالا میخوام ببینم کلا توی 1 ساعت چه اتفاقی براش میفته. خب توی 1 ساعت شیر A که 1/3 رو پر میکنه به اضافه شیر B 1/2 رو پر میکنه، از طرفی شیر تخلیه هم 1/6 رو خالی میکنه، منهای 1/6. این میشه اتفاقی که توی 1 ساعت براش میفته. خب اینا رو جمع کنیم. باید چیکار کنیم دوستان؟ مخرج مشترک میگیریم. مخرج مشترک 6 تقسیم بر 3 2 1 تا 2 به علاوه 6 تقسیم بر 2 3 1 تا 3 منهای 6 تقسیم بر 6 1 تا 1. 2 به اضافه 3 5 منهای 1 4 ششم که میتونم ساده کنم میشه 2/3. این 2/3 چیه دوستان؟ یعنی توی 1 ساعت 2/3 پر میشه. توی 1 ساعت 2/3 پر میشه، 1/3 باقی میمونه. خب سواله چی گفته؟ گفته چند ساعت طول میکشه حوضه پر بشه، نگفته توی 1 ساعت چقدرش پر میشه. میگه چند ساعت طول میکشه کلش پر بشه. خب ببینید میایم چیکار میکنیم؟ میتونیم از تناسب استفاده کنیم. خیلی راحت از تناسب استفاده میکنیم. میگیم توی 1 ساعت 2/3 پر میشه. توی x ساعت یعنی توی چند ساعت کلش یعنی کل یه دونه حوض پر میشه. خب این رو چجوری حل میکنیم؟ x رو مینویسیم روبرو به x به صورت ضربدری توی مخرج 2/3. این دوتا رو در هم ضرب میکنیم تو صورت مینویسیم 1 ضرب در 1 میشه 1 که میتونیم طرفین وسطین کنیم. اینو میتونیم دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم. اینو مخرج 1 بهش بدیم، دوتای بالا در هم ضرب میشن توی صورت نوشته میشه 1 ضرب در 3 میشه 3. این دوتا هم پایین در هم ضرب میشن و 1 2 تا 2 میشه 3/2. 3/2 یعنی 3 تقسیم بر 2 میشه 1/2. یعنی کل استخر توی 1.5 ساعت خالی میشه. این از این. حالا از این به بعد دوستان میتونید اینجوری در نظر بگیرید. وقتی یه دونه استخر دارید یا هر چیزی دارید که از مسیرهای مختلف پر میشه، یک شیر A در A ساعت اون رو پر میکنه، شیر B در B ساعت اون رو پر میکنه، شیر C مثلا در C ساعت پر میکنه، حالا بعضیا خالی میکنن. میتونیم طبق این رابطه پیداش کنیم. بگیم رابطهش اینه، میشه 1 A به اضافه 1 B منهای
یک سیوم. اونایی که پرش میکنن به اضافه میذاریم، اونایی که خالی میکنن منها میذاریم. مساویه با یک ایکسوم. این ایکس چیه؟ چقدر طول میکشه تا پر بشه. الان طبق این رابطه خیلی راحت میتونم حساب کنم. خب شیر A که توی 3 ساعت پر کرد، پس میگم 1/3 به اضافه شیر B توی 2 ساعت پر کرد 1/2 به اضافه منهاست اینجا چون خالی میکنه، منهای 1/6 مساوی با 1 خب حالا این رو حل میکنیم. این رو 1/2 رو چرا هم نوشتم، باید 2 مینوشتم. خب این رو حل کنیم مثل همینجا به دست میاد. مخرج مشترکمون همون 6 بود. 6 تقسیم بر 3 2 2 1 تا 2 به اضافه 6 تقسیم بر 2 3 3 1 تا 3 منهای 6 تقسیم بر 6 1. خب که میشه 2 به اضافه 3 5 5 منهای 1 4 4 ششم مساوی با 1 ایکسوم. از اینجا یه طرف این وسط این میگیریم و x رو به دست میاریم. میشه x مساویه روبرو به x توی مخرج 4 1 و 6 هم ضرب میکنیم 6 چهارم یا همون 3/2. یعنی توی 3/2 یا توی 1.5 ساعت پر میشه. اینم از این سوال. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.